به نام الله بخشاینده و مهربان. حمد و ثنا به پروردگار عالم و درود و سلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم و آل و اصحابش. ماه رمضان آمده ایستاده است که بسا ماهی با ارزش است. در این ماه درهای بهشت گشاده می شوند و درهای دوزخ بسته می شوند و شیطانها زنجیر بند کرده می شوند. رمضان ماهی است که در این ماه بهترین کتاب نازل شد. در این ماه شب است که از 1000 ماه بهتر است. کسی که از فضیلت و خیر آن شب محروم بماند از تمام خیر محروم می گردد. گناهان روزداران در شب آخر ماه رمضان بخشیده می شوند. در شبهای رمضان الله تعالی بعضی از بندگان را از دوزخ آزاد می کند. رمضان ماهی است که الله تعالی آن را از دیگر ماه‌ها بزرگتر گردانیده و این ماه خصوصیت‌ها و فضیلت‌های زیادی را عنایت فرموده است. رمضان دارای فضیلت‌های زیاد است. باید این ماه مبارک را با توبه نصوح و عمل‌های صالح پیشواز گرفته و هر یک شب و روزش را غنیمت شماریده با عبادت‌ها گذرانیم. متاسفانه در این روزهای مبارک رمضان بعضی مسلمان زنان را می‌بینیم که این روزهای مبارک را غنیمت نمی‌گیرند و به عمل‌های خیر کوشش نمی‌کنند، بلکه این روزها را با بیهودگی و بی‌پروایی می‌گذرانند و گاه در این ماه مبارک عمل‌های ناشایسته را هم انجام می‌دهند، موسیقی گوش می‌کنند یا اینکه صورت‌های نامحرمان را تماشا می‌نمایند یا اینکه دائما در نزد تلویزیون نشسته بیشتری وقت خود را در تماشای سلسله فیلم‌های بی‌معنا می‌گذرانند. بعضی مردان هم در این چیز از زنان کم نیستند. با هر بهانه روزه را می‌خورند و فضل این ماه را درک نمی‌کنند. در یک رساله کوتاه نمی‌توانیم همه را مورد خطاب قرار دهیم. از این خاطر خواستیم به خواهران مسلمانمان یک برنامه را آماده سازیم که این برنامه به آنها منفعت بخشد و درجات آنان را در جنت بالا گرداند، چون که زنان چراغ خاندانند و سالمی محیط زیست هر یک عائله از بسیار جهت به آنها وابستگی دارد. به مناسبت آمدن ماه رمضان این برنامه را به شما تحفه می‌گردانیم. خواهر عزیز و گرامی، این برنامه برای تو است. آن را از خود نموده عمل نما. امیدواریم که با سبب آن در دنیا و آخرت خوشبختی و سعادتمندی را نائل می‌گردی. خواهر گرامی، سحر بر وقت از خواب خود برخیز و برای خانواده خود خوراک‌های سحری را آماده ساز، چون که در این عمل اجر و ثواب بسیاری را به دست می‌آری. خواهر عزیز، باز مگوی که همه راحت کرده خواب میکنند و من بیچاره سحری بر وقت خسته خوراک میپزم و از عبادت ها محروم میشوم. خواهر مسلمان، همان خوراکی که برای سحری خانواده آماده میسازی عبادتی بزرگ است. در این کارت اجر و ثواب بزرگی را نائل میگردی. در وقت آماده کردن طعام سحری اوف همین هر روز یک خیل کار از همین خوراکپزی و سحرخیزی بیزار شدم گفته نالیده ناراحت مشو، بلکه شاد و خوشنود باش که الله مهربان این عبادت بزرگ را به دوش تو گذاشته است. خواهر گرامی، اگر در خاندانتان زنها بسیار باشند، تو از همه آنها بر وقت‌تر بخیز و این ثواب بزرگ را نائل گرد. خواهر عزیز، دسترخوان آماده شد و خوراک هم پخت. اکنون خانواده را برای خوردن سحری بیدار کن. خواهر مسلمانم، خانواده را با آوازی بلند داد و فیغان زده بیدار مکن. با آوازی بلند داد و فیغان کرده مگوی که من سحری بر وقت خسته خوراک آماده کردم، اما شمایان باشد خواب می روید و برای خوراک تیار را خوردن هم نمی خیزید. از سحری بر وقت طبع آنها را خیره مساز.
балки оромона бо овози нарм бигӯй: падарҷон ё модарҷон, барои саҳархӯрӣ хезед, ё ин ки писарҷон ё духтарҷон, хӯроки саҳарӣ омода шудааст, бархез. яъне доду фиғон карда кӯдаконро зада аз хобашон бедор накун, балки оромона бо нармиву меҳрубонӣ ононро бедор намо. фарзандони худро аз хурдсолӣ ба рӯзадорӣ тарбия намо. ба онҳо тӯҳфаҳои кӯдакона ва бозичаҳои шавқовар тақдим намуда, онҳоро ба ин ибодат омода намо, то ин ки ба ин ибодат одат намоянд. саҳобазанҳо фарзандони худро аз синни хурдсолӣ ба рӯзадорӣ одат мекунониданд. рубайӣ разиаллоҳу анҳумо мегӯяд: мо дар он рӯз, яъне ашуро, рӯза медоштем ва кӯдакони худро низ рӯза медоронидем ва барои онон аз пашм бозичае омода мекардем. агар яке аз онҳо ба сабаби гуруснагӣ гирья кунад, бо он бозича то ҳангоми ифтор машғул месохтем. ривояти бухорӣ ва муслим.